تصمیماتم یه بایی. خب سعی کن کمر رو خم کنی تو حالت نشسته. برو پایین ببین کمر چجوریه، بعضی درد بهتر میشه، بدتر میشه، تغییر میکنه. دست رو از وسط پاهات رد کن. شیرجه میزنم. نه خودت اذیت نکن، فقط ببین پایین رفتن اذیتیه. پایین که میرم این تیکم مثلا اذیت. یه سمت راست چپ. همونجا که نشستی سعی کن دست رو بنداز پشت کمرت، بالا سرت نگاه کن. حست بهتر میشه، بدتر میشه، تغییر میکنه، نمیکنه. خورده بهتر میشه. یه خورده بهتر میشه. ولی بازم فشار روی چپ. حالا همین حالت ایستاده برام انجام بده. دست آویز کن. اصلا خودتو کنترل نکن. حست خوبه، بده. ریز بازم به چپ میشه. بازم بده. دوباره برگرد. همین بلندم میخوام بشم. دو دیگه بلند شدم. حالا این حالت دوباره انجام ایستاده انجامش بده. چپ بازم. یه خورده ثبات میکنه ولی خب خیلی خوب. 5 تا چپ، یکی در. عجله هم نکن. احساس محدودیت تو سمت چپ اصلا نمی‌کنی؟ چپ چرا؟ چپ چون پاهم عمله. من دارم می‌بینم دیگه چپ یه ذره سخت‌تر داره میره بالا. از اینجا دیگه از کیک کمر استفاده نمی‌کنی. این نشون میده که عدم تعارض داره دیگه لگنت. حالا به خوش بخواه. یه کوچولو برو بالا. عمل چی داشتی تو پا؟ شکم تا فشار میده کمر گردن. گردن تو خم کن. بذار اول بدون اسلام بریم. سعی کن پای راست رو صاف کنی برام. دوباره بکن. کم صاف کن برام. اولی سفت نکن، مثلا سفت راحت باش. برای من هیچ کاری نمیخوام بکنم. فقط پاتو صاف و خم کن. پای راست. پای چپ. دوباره بکن. پای راست. پای چپ. سفتی عضله همسترینگت باعث چرخش مورای کمری میشه.